شپرک عشق، تو گلی هستی که تمامی حیات در جستجویت بودم. چی گفتم رو ندونستم. شپرک عشق عمر شپرک کوتاه است. گلی من، این شپرک رو انتظار نکن. خب میویم. خیر. دادت این رو دون حوض پسرم من میارم. دادت پام را یافته؟ یافتم جانم. شما اونجا مانید. اینجا نهایت من میآیم. چرا تو پام را نمیارد؟ خدایا توبه. نیازی وضع چگونه است؟ با سلاح به قتل رسانده شده است. از قفس سینه‌اش. آید شخصیت دختر معلوماتی هست؟ نه، از جیب مقتول حجت یافت نکردیم، اما دختر 15 ساله است. درباره زمان حادثه تخمین دارید؟ 1 هفته شده است. پس چگونه کسی آن را ندیده است؟ فکر میکنم که از سبب بارشات کسی به این طرف باغ نآمده است. مگر این شهر پیشم میخیل بود. نیازی اگر معلوماتی پیدا کنی درحال به من خبر ده. خوب شده است. مانده نباشه تپای کراس. اسرچ خیلی خوش آمدی نوربانو. خوش باشد. همسینفم کیویلجی. سلام کیویلجی، من کراس. سلام. دکانتان رو کشده تپا؟ حالا نه، تنها برای شناسان کشده است. مرحمت شنید. چای میخواهید؟ خیلی خوب میشد اگر همراه چای کلچقند هم شود. البته. کلچقند تپای کراس با مزه است. مادرت چی خیل؟ نمیدونم، امروزها با ما زیاد گپ نمیزند. من هم یک چند مرتبه تلفن کردم اما بی جواب موند. خباتیر شدم بیمار نشده باشند. نه بیمار نیست، غمگین است. خوب، خبر میگیرم. شما شینید من میارم. خوب بشینید. سلام علیکم امکی نعیم. امک امکی نعیم. علیکم سلام. مرحبا.
اینجا شیندادر. بخیر است امک جان؟ خب چه گپ شد؟ من تو نمیگویم مگر نه تو هم مرا دیوانه میخوانی. گوید امک جان. مهمانی عالی قدری داشتم. نخون کی وای؟ وقتش نیم. چا میریش دادر. چوی به خدا خوب میشد امک جان. آفرین ببراق. افضالش رو نمی پرتافت میسوخت. لبای براق گفتید امکی؟ امکی نه امک. شما همین حاضر مگر براق نگفتید امک جان؟ افضال گفتید؟ کدام براق؟ حاضر گفتید کو؟ چای کمرنگ؟ امک موضوع رو دیگر نکنید التماس. چای داغ می نوشی؟ ها چای داغ امک جان چای داغ. با تو یک چیز میگویم اما وعدت ده که با کسی نمیگویی. مایلش؟ در اینترنت با نفر صحبت میکنم. چی؟ قریب 15 روز شد. خیلی آدمی خوب است. او رو دیدی مگر؟ نه تنها عکسش رو دیدم. بسیار خوش رو. در اصل نوشته جدویش بسیار عاشقی. انیق از پدرم فرق میکند. میدونی آخرین مراتب دیشب به من چی گفت؟ تو گلی هستی که تمامی حیات در جستجویت بودم. من باشم شپرک. عمری شپرک و تو هست. و این شپرک رو انتظار مکن. در وقت خوندن زانویم میلرزید. در هیجان موندم. عاشق شدم مگر. اکویل چی خیل؟ نشناخته؟ حالا اون بچه چند ساله است؟ چی خیل بچه؟ او 30 ساله است. واه دوگونه تو دیوونه شده ای؟ فراموش کردی؟ آخر تو 15 ساله ای؟ نه فراموش نکردم. اما با من چون زنی جوان رفتار میکند. امروز با او میخورم. وقت گذشته است. وقت دیدار قریب اومد. باید روم. خیر تو بازدید. کیبل جیم میخوای با تو روم؟ یعنی در واخوریتان آخر تو رو نمیشناسی. یگان چی شدنش ممکن؟ در جای گفتم خیر. شناس شوی رو به صبرانه انتظارم. عمر شپرک کوتاه است. این شپرک رو زیاد انتظار مکنم. این خودش چیه؟ چی؟ انا همین دو دارم یگید. حیات. حیات گفته تنمی قدر است. و مثل دانه گوگیرد سخته. چی شد امکی نعیم؟ چی میشد یگید؟ دلم به میرال میسوزد. این عمل رو گرگ به گرگ نمی کند. میرال کیست؟ کدام میرال؟ آخر میرال گفتید کو؟ من؟ ته کی بودنش رو حالا هم نیفتید؟ هنوز نیافته ایم سردار. با روی خط گم شدگان مقایسه کردیم. نشانه های جسد با معلومات ها راست نمی آیم. چه می شود؟ چی این کودک کایله ندارد مگر؟ اول باید کی بودنش رو معین کرد، لیکن چطور؟ سردارم دختر 15 ساله است. با فکرم باید طالبه باشد. طالبه نبودنش هم ممکن. عائله های زیاد دخترانشان رو نمیگذارند که خوانند. اما آنها خیلی کمند محترم سرکمیسر. یعنی اگر دختر طالبه باشد از مکتب ها نیز معلومات گرفتن ممکن است.
اگر طالبه هایی رو که 9-10 روز به مکتب آمدن جستجو کنیم البته معلوماتی حاصل می شود. لیکن به فکر من فکر خوب. تیمور تو به این کار مشغول شو. خوب سردار. عجیب، این تجهیزات ها رو دوست می دارم. این تجهیزات چهره رو زیبا نشون می دهد. میدید چی رو؟ عکس را. نه، من رسمه گرفتم رو به کسی نمیدیم. خیر، کنی گپ زنید. بیرون از مکتب با چی کارها مشغولید؟ یوف، بیرون از مکتب چیکار کنیم؟ در خونه تنها اینترنت و دیگر هیچ. نوربانو نام داشتم. چی کار میکنید؟ گفتی که تنها میایم. حدی اقل دوگونه چخشخی می آوردید. من گپ میزنم، بس نیست مگر؟ بس است. سردار، از اطرافیان مکتب معلومات طلب کردیم. نتیجه؟ در نتیجه عین حال 2 نفر گم شده است. اما هر دو هم پسر. لیکن از مکتب های دیگر معلوماتی نیست. بله، عجیبات. کمی تبسم کنید؟ خیلی قشنگ. کمی دندان هایت رو بینم. آها، خیلی هم زیبا. آها، جانکم شینید اونجا. آها، تبسم. کمی به طرف راست. آها، سرت رو به این طرف گردون. گویا حیران شده اید. خوب، نقص حرکت نکنید. آفرین، عجیبات. چهره زیبایی داره. دقت جلب کننده. همین قدر در ساحه مود کار کردم اما چونین رسم نگرفتم. مرا خجالت مده. در صنعت عشق شرم و حیا نیست. میدونید که من تنها برای رسم گیری نه. بیایید کارهای عجیب کنیم. مثلا اول از این لباس های وزین خلاص شویم. فراموش نکنید در صنعت شرم نیست. این صنعت است. صنعت عشق است. امروز از مکتب آید 2 نفر معلومات دادند. یکی دختر. موافق این عکس؟ این همان دختر است. میرال اویالی 15 ساله. اویلاش؟ آرام شوید. خود را با دست گیرید. راست میگوید اول. بله. خواهرم مرده است. شد خودت رو به دست گیر. خواهر جوانم. مرحمت. مجرد همین است. اما این حادثه از روی همین لعنتی کامپیوترش شد. چه؟ تمامی روزش رو همینجا میگذرانی. فکر میکردم که درس میخونه، لیکن او دیگر کار میکرده است. چه کار میکرده است؟ من نمیدونم کارهای اونها رو چیست. برادرش ساکن میدوند کم و بیش. میرال درش رو محکم کرده، نزد کامپیوتر می نشست. بعضم به خوراک خوری هم نمی آمد. میفهمم احوالتون وزین است. مجبورم از شما 2 چیز رو پرسم. چرا از گم شدن دخترتان به پلیس خبر ندادید؟ آخر قریب 9 روز شد.
سلام نجیب یلمز از شعبه مدد مرا ببخشید خوش آمدید شما پدر میرال هستید؟ شنید خدا رحمتش کند پدرم میرال رو زده کشتن. گریه نکن پسرم پیش از آمدن شما از همسرتان پرسان شدم از شما نیز میپرسم چی وقت شد دخترتان گم شده است؟ چرا با پلیس مراجعت نکردید؟ نه از خارج آمدم دیرباز نبودم خارجه؟ من راننده‌ام مگر از گمشوی دخترتان خبردار نشدید؟ و پدرش رو پدارم اگه زبان خطش رو گیرید گفته هایش رو سنجید دخترش به قتل رسیده است اما پروایی ندارد سردار شما با من هم فکرید چی فکر داری؟ با گمانم اویلا از شرق آمده است سبب جنایت جهالت است گفتنی خیلی که قبلا نیست چونی واقع روی داده بود بله کار دختر رو با آن مسئله هم باید سنجیم حالا نمیدانیم که دختر تجاوز کرده شده است یا نه میدانید این گونه جنایت از روی ناموس انجام می‌یابد خیر شما روید شبتون خوش سردار الو یگید در کجایی؟ کجا؟ سردارم فراموش نکنید امکی نه اما گوید دادر تو گران شده ای گپت رو فهمیدم این کلاگران که دیگر رو چه میابن نیم امک سردارم سلام امک سلام گفتم امک معلوم شما از ارزرومید من هم نیم از ارزروم میشوم آنجا ادای وظیفه کردم اما دوست داشتم آنجا را دستت را آنجا شکستی از کجا دانستید؟ چرا؟ شکستی دستم رو در ارزروم از خونه که همه جا یخ میکند اگر ترسیده راه نگردی میافتی همین خیل نه دادر بعضا ترسیدن خوب است همین خیل نه ترسیده راه گردی نمیافتی به قدم های دقت کن یگه از کجا میابیم که شخصانی عجایب رو؟ سردارم نیم امک آدم عجیبی است از دختر یگان خبری پیدا شد؟ از دختر یگان خبری پیدا شد؟ شخصیت دختر معلوم شد کی؟ نامش میرال میرال؟ من میخوابم شبت بخیر باشد
Alo, Öldüreç xabar. Man shaparaki ishq. Chag'anam, chag'an. Nashunukti. Yo'inki boz nasha kashidi, ha? Rasmhoyi духтаракро равон мекунам, бигир, фаҳмидӣ? Номашро чӣ кор мекунӣ, а? Кивил ҷим, хурсанд шудӣ акнун. 36 расм гирифтам. Ҳамааш олиҷаноб. Албатта, бародар. 15 сола дар сайт ҷо мекунам. Сари ҳар як расм 100 евро, фаромӯш накун. Не, девонаи ту? بعد از کار دارویش دادم، حالا خواب است. شد. با میشل سلام رسون. حاضر صورت حسابم رو میبینم. فراموش مکن 3600 یورو. خیر. سلام علیکم. و علیکم السلام. تشکر رانو جون. خبر رو خوندم. تشکر. من میخوایم چی کار کنم؟ یگون حکمتش بوده کیست. برای دفع بلا چون صدقه گذشته رفت. نه. هنوز یگون خبری نیست. مایلش رانو جون، کسی زنگ میزند. خیر تو بازدید. حاضر تو خوش روی میشوی. خدایا توبه. همه چیز رو می‌دزدند، اما پول شهید رو هرگز. برای نفهمیده 100 لیرش رو صرف کردنم بخشش میپرسم. گفتم که در خارجه بوده. کدام وقت؟ 1 هفته شد سردار. راسا 7 روز شد؟ ها نه انیق راسا 8 روز شد. یا گپ گوید 1 هفته و یا 8 روز؟ 8 روز گفتم که سردار. اثبات کرده میتوانید؟ از جای کارم پرسیده میتوانید. زمانی برآمد و درآمدم به ترکیه معلوم است. و من به یک چیز جواب دهید. انسان از مرگ فرزندش غمگین نمیگردد. چشمش اشک رو نمیبیند. چی گفتن میخواهید سردار؟ چی گفتنم رو خوب میدانید. الو اکای نجیب. لبای کیراز؟ اگر گویم باور نمیکنید. چی شد؟ کار آفریدگار را ببین. دوستایی به ناموس پیدا شده است. چی میگویی به این کار تیمور؟ خیر چی گویم سردار؟ با من عجیب است. فکر میکنم که دیگر پولاد را در خانه نگاه نمیداری کیراز. تو را تا بانک برده رسانم. خواطر نشوید، خودم میروم. تشکر. نه بیا ما تو را میبریم. راه ما از آنجا میگذرد. نباشد از آنجا راست به دکان میرویم. بیا دخترکم. بیا. سردار معلوم شد که حادثه قتل 9 روز پیش رخ داده است. 9 روز؟ بله. دقیق 9 روز پیش؟ شاید بیشتر. نباشد آن جوان در خارجه نبود. یعنی روز کشتار دختر او هنوز به خارجه نرفته است. با فکر شما پدرش تیمور اشک پدر و مراتب دیدی؟
пас чӣ кор кунем сардор? درا کیراس اپا پیش از دکان رو رسما کشودم میخواستم شناسا رو دعوت کنم. خوب با شما چی شد؟ نه هیچ گپ نیست. چی باید شود؟ زنی اویلادور بی درد و علم است مگر؟ یعنی چی خیلی؟ اپا یگون جاتون درد میکند یا اینکه یگون واقعه شد؟ نه هیچ چیز. خیریت. با اجازت شما من شما رو در دکان انتظار میشوم. برایتون سورپریز دارم. من نایم هم نجیب حتما می آید. بله از شعبه مدد بعضی برادرانمون و رفیقانمون می آیند. صبر کن نوربانو دخترم. آرام شو. آرامانه نقل کن. چی گپ شد؟ کویلجیم؟ چی؟ کویلجیم از دیروز نیست. شب نآمد. تلفنش هم خاموش. اول گمان کردم که نزد دوستش رفته است. اگر میرفت حتما خبر میداد. به شناسا زنگ زدم. ندیدند او را. یگان کس. به پلیس عرض کردم تو حال خبری نیست. به خویش و تبار خبر رسوندید؟ بله. به پدرش هم. با پدرش؟ بله. ما جدا شدیم. 6 سال شد. ما از هم جدا شدیم و کویلجیم از همه کنده شد. حتی از من هم از مکتب آمده به حجره‌اش می در اومد. به خوراک شام هم نمی بر اومد. بعضا روزی دراز نزدیک کامپیوتر می نشست. کامپیوتر؟ دخترم یک تا نقل کن. گفتم که دادا کویلجیم در چت با نفر شناس شد. از خودش چند برابر کلان. سن سال شما برین. تو چیا گفته سوده ای؟ ها دادا انا همین خیل. من آگاه کردم اما وای با چه میدانی آیدی این مرد؟ مرد صورتگیر بوده است همین قدر. دخترم تو هم چت بازی میکنی؟ میکنم. چی گفتی؟ چی کار میکنید؟ تنها با شناسای مکتبی هم دایم وظیفه خانگی را میپرسیم دادا. و بازی میکنید؟ از این پس چت من. ای دادا این تماما دیگر است. کامپیوترم رو کشید و بینید روی خط همسینفونم رو. همه چیز به مثل زمان شما نیست. پس آن صحبت میکنیم نوربانوی من. تا انجام این کار چت نیست. تو مرا فهمیدی؟ فهمیدم. تیمور مرا گوش کن. تو همان پدر میرال رو بازپرسی بکن و هم تفتیشات گذران.
یگه تو باشی. میرال گفته سردارم؟ بله. اماکی نعیم درباره میرال چیزی گفته بود. این اماکی نعیمش کیست؟ یگه یک طرف من اماکی نعیم رو و مسئله کیویلجیم مشغول شد. از جایهای لازمی اجازت گرفته خانه اشون رو نقض که کابید و کامپیوترشون رو اطاعت سردار. اطاعت سردارم. خانم محترم، کامپیوتر دخترتون رو باید تفتیش کنیم. چرا؟ چی شد؟ دخترتون توسط چت با نفره شناس شده است و با او واخوری کرده است. ما نیز این احتمال را کفتکو داریم. ناممکن است. دختری من اصلا با چنین کار دست نمیزند. آرام باشید. آرام باشید. تنها تفتیش میکنیم تا هرچی زودتر نشانه پیدا شود. مقصدمان هرچی زودتر کیویلجیم را یافتن است. روزتان بخیر باشد. بیا. سردار، زبانخط پدری میرال اویالی همه اویالی رو گرفتم. او دعوا دارد که روز حادثه در انقره در شرکت بوده است. تفتیش کردم. تصدیق کردند که در شرکت بوده است. با خود ادوکات گرفته است و به طور رسمی اثباتش را با فاکس روان میکند. اینطور باشد اگر پروکورور اجازت ندهد کاری کردن نمیشود. لیکن شما زیر نظارت گیرید. سرکمیسر، برای تفتیش تکنیکی میبرم. مایلش از پسی کارت شو و هر چیز زودتر نزد من بیا. اطاعت سرکمیسر. آفرین. از ترسانچکی 30 سال پیشت رو گردانده ای. نگاه داشتن ناموس کاری با ناموسان است. برادرمی، من 30 سال با تو حرف نزدم. حاضر تو را به اینجا خونی دخترم کشید. 30 سال پیش خواهرم را نکشتی. نفری که ناموس ما را داغدار کرد او را نکشتی. به جای تو دیگری او را کشت. از دستی خونخواریتان به استانبول گریختم. مایلش، اکنون تو هم صفی ما شدی. مرد شدی، آدم شدی. بوی خونی خواهرم هنوز از دماغم نرفته است. نقطه را در مسئله قتل کیویلجیم بینابند نگرفتیم. اگر قاتل پدرش باشد دلیلی با قوت باید یافت. سردار، نسبت پدری دختر بعضی فکرها دارم. لیکن در دستمان بجز غمگین نشدن پدر دلیل دیگری نیست. لیکن سوال مرا ناراحت میکند که فرض کردیم که پدر در شهر نبود. پس چرا نفران دیگری عائله از جمله مادر برای گم شدن دختر با پلیس مراجعت نکرد؟ همین را پرسان شده بودم. لیکن سوال هم در هوا ماند. این سوال را تفتیش کن. سپارش ده تا اطراف جای حادثه را یک بار دیگر با دقت کاپ و کاپ کنند. ممکن است میرال و یا قاتل چیزی به دست بیارند. دیگر چی هم به دست میارند؟ بچه ها دیده برآمدند. تیمور. اطاعت سردار. سردارم همین جایند؟ هنوز ناومدند. مرحمت چینید. چای میفرمایم. تشکر. مرحمت. شما خوب هستید؟ تو را که دیدم خود را ناراحت حس کردم. چرا؟ مگر سببش روشن نیست؟ اگر برای شیر دادن فاتح ناراحت شده باشید. نه. برعکس. تو را بسیار زحمت دادم. زحمت نه، به خانه رحمت آمد. ممکن باور نکنید اما خانه با برکت شد. فاتح خیلی به تقدیر و سه رزق بوده است. بله. کودکی 3 روز از مادر محروم ماند به طالع بیروزی. این خیل نگویید. به زمین منی به طالع پدرش هستم. این هم به تقدیری فاتح. سرکمیسر، در شما دو چیزی دیدم که هم خوب است و هم بد. چیستان؟ شما مسئولیت شناس هستید. این خوب است، لیکن در همه چیز مسئول نیستید. فکر میکنم در مرگ همسرتون خودتون رو گناهگار میشمارید.
تنها از آنی از اکی من دیریسم. استید اینجا هم شما خطا میکنید. رفیق سردار. یگید واس چگونه؟ سردارم. معلوم شد که برنامه چت کامپیوتر بوده رو حل کردند. بله سردارم. خوشبختانه همه صحبت های استفاده برندگان چت ثبت می شده است. بعضا در خود کامپیوتر و بعضا در مرکز شرکت تشکیل کنندگان چت. خلاصه؟ بچه ها صحبت های اینترنتی را دیده برآمدند. روی خط دوستان اینترنتی کیولجیم را نیز دیده برآمدیم. سردارم حتی نام نوربانه هم هست. چی؟ در روی خط یک دو نفر شخصان بیگانه هم هستند. خلاصه شو با من گو. سردارم کیولجیم با شپرک محبت صحبت های خیلی محرمانه داشته است. کیولجیم با او خیلی زیاد صحبت کرده است. کیست این شپرک محبت؟ مایان کردید از کجاست او؟ بله بچه ها رقم کامپیوتر او را نیز پیدا کرده توانستند و حتی نشانه هم معلوم است. چغنگروز نام شخصی بوده است. نباشه چی ساده اید؟ اجازت لازمی را گرفته دستگیرش کنید. اطاعت سردارم. زود باشید. آنها حتما بالایشان داغ دارند. بله سردار. یزی انگوش نیز دارد. داغ‌های روغن ماشین هست که احتمال او تعمیرگری محرک ماشین باشد. ما الحال دلیل بهتر از این نداریم. البته اگر قاتل دست رسانیده باشد. بله. فکر میکنم تعمیرگر بودنش حتمی نیست. همین خیلی تیمور. یاداری وقتی که به دیدار پدرش رفته بودیم. داستان پدری او. زودتر بچه ها. در آمدیم بچه ها. در آمدیم. پلیس. کسی نیست. اینجا کسی نیست بچه ها. به شرف گریخته است. سردارم. رفیق سردار. چه سایه از که نوربانو نگفته است؟ همینجا نشسته بودید؟ بله. دخترم به من نگاه کن. تو را جنگ نمی کنم. چیزی که میدانی نقل کردن را میخواهم. سبب اومدن من این تنها نموندن کیولجیم بود. برای واخوری این مرد کلانسال می اومد. برای از راه گردوندن کوشش کردم اما گوش نکرد.
مرد با تو کاری کرد؟ یگان حرکت او با تو دست رسانید یا نه؟ نه. دا بگید چی؟ خوش دیدیم سردارم. سلام رضا سردار. موافق سخن کمیسر نیازی از نزدیک یک تیر زده شده است. سلاح باشد اینجاست. چی شده ایستاده است؟ تو از این کار چیزی فهمیدی؟ چیزی نفهمیدم. سردار، چغن گروز رو میشناختم. روزنامه‌نگاری کهنه. نسبتش سخن‌های بیجا بسیار بود. کمی تفتیش کردم. برای کارهای ناشایانش او را از کار آزاد کردند. بدتر به صورتگیری خصوصی آغاز کرده است. شنیدم که به رسمگیری‌های بی‌معنی مشغول شده آنها را به فروش می‌برارد. حتی رسم‌های کودک‌ها را گرفته می‌فروشد. اما همه این را شنیدم. پگاه در روزنامه آید چغن خبر می‌نویسم که او رسم‌های دختران اوریون را به یک وبسایت اروپایی می‌فروشد. حجت‌ها نیز دارم. شاید به شما شناس باشند. این کویلجیم است؟ بله. مجبور شدم بعضی جایها رو با قلم سیاه کنم. از روی این رسم‌ها کویلجیم گویا به خود نیست. شاید به او داروی مست کننده داده شده باشد. زیاده از 15-16 سال می شود که در همین وظیفه هم بسیار چیز دیدم، لیکن بسیار چیز هست که من تا حالا نمیفهمم. یکی از آنها همین است. او را کی کشته است؟ آن کسی را که شبهه دارم گفته نمیتوانم. نیازی از تپانچه زنگوش یافته میتواند نمیتوانم. سردارم. بله. در دکان عکاسی چغن زیاده از 100 رسم دخترها را پیدا کردیم. در بین این رسم‌ها سردارم رسمی میرال آیلی نیز موجود است. بله، مادرش گفته بود. چی شده باشد از روی همین کامپیوتر شده است. نام تو چیست؟ ساکین. ساکین، نام زیبا. وقتی آن است که به مثل نامت ساکین باشی. این کار را کدام به حساب کرده باشد؟ آدمی با وجدان چونین کار کرده میتواند مگر؟ افسوس که صفی چونین به وجدانها در شهر زیاد شده ایستاده است ساکین. لیکن سردار، آخر از دختری 15 ساله آنها چی میخواستند؟ کاش که میدانستم ساکین، کاش که میدانستم. کاش که میتوانستم دانم که انسان چرا اینقدر پست میشود. مادر. سردارم. بچه ها همه عکس های در کامپیوتری چغن گروز بوده را تشخیص کردند. در روی خط چت زیاده از 100 نام دختران ثبت شده است. یکی از آنها میرال، دیگرش کویلجیم. در دکان عکاسی یک چنیز انگشت پیدا شد. تحلیل کرده ایستاده ایم. نزدیک جسد چغن گروز تپانچه‌ای پیدا شد که از آن مقتول است. تپانچه ایزی انگشت دارد، اما ایزی انگشت دیگر هم است. خوب، میرال با همین تپانچه به قتل رسانده شده است. نه، طبق گزارش بالیستیکی تیرهای به میرال زده از تپانچه صورتگیر نبوده است. من گفته بودم که دختر رو پدرش کشته است. رفیق سردار، از کامپیوتری میرال که بودن شپرک محبت رو دریافتیم و طبق خلاصه تحلیل همین انسان است. رسمگیر برآمد. عیناً. چی میبینی در این لوحه؟ همه به یکدیگر نگاه میکنند. میرال با این صورتگیر شناس شد. حتی بینشان چیزی شده است. قصداً علاقه جنسی کردن میرال الحال اثبات خود را نیافت.
حداقل اگر دست به دست رفته باشند و نفری از عائله دیده باشد، فرض کردیم پدر، و فکر میکنم که جزایشان را خودشان دادند. تاریخ روز و نشانه های روغن پدرش را اشارت میکند. اینجا اعتراض دارم رفیق سردار. ایزی انگشت پدر از ایزی انگشتی در سمکه بوده فرق میکند. خوب یگیت تو چی میگویی؟ فکر میکنم که هر چیز زودتر به خانه کیولجین باید رفت. خوب تیمور تو خانه میرال رو. مادر بس کن دخترم. شما بخیر خانم پروین. شامی شما هم بخیر. از کیولجیم یکم خبری است؟ نه، شاید شما یکم خبری دارید. بله یافتیم او را. یافته دارو؟ بله ممکن درویم. خونه مساعد نیست. میدانم که مساعد نیست. تنها با کیولجیم میخوام صحبت کنم. کیولجیم؟ چی ها میگویید؟ خانم پروین گفتم که کیولجیم را یافتیم. با اجازت شما میخوام با او صحبت کنم. عین حال در اینجا سلامت بودنش، یعنی در نزد مادر بودنش یک نعمت است، نه به همه و مثل تو بخت داده می شود. خدا جزای آن مرد رو دهد. آنچی با من کرد برای همه چیز. شب از خواب خستم با اون رسم و رو که گرفته است دیده برابر دیوونه شدم. خودکشی کردن خواستم. تپانچه را برای خودکشی گرفته بودم لیکن نتوانستم. بعد او از خواب خست تپانچه را در سمکه گذاشتم و بیرون دعوت کرد. رد کردم نتوانستم. پتر چیکار کردنم رو به یاد ندارم. تنها چشمایم رو پوشیدم. همه چیز در یک دم شد. گریه نکن دخترم. به سر خودم هم تیر خالی میکردم. اما نتوانستم. تنها از اون جای حرام گریختن خواستم. اکنون چی می شود؟ او رو به جوابگاری نمی کشید همین خیل نه؟ آرام شب، گریه نکن جانکم. آرام شب، همش می گذرد. بس کن جانکم. حلیمه تا آمدن رفیقان حلیمه تو در اینجا بمان. خوب شده است. ما هم رویم. السلام علیکم. علیکم السلام. سلام دادر. سلام. مرحبا ایگید. سلام نعیم امک. سلام. چیکار کردید؟ دستگیر کردید رو؟ کی رو؟ قاتلی که خواهرش رو کشته است. کیست تو نعیم امک؟ سری تو در جاش نیست. با تو یک چای داغ دیم. دادر چخیل تعمیرشه. نه تشکر امکی. امکی نه امک گوید. یگید خیز رفتیم.
حالا تیمور چیکار کردید؟ دو رفتید؟ من هم با شما زنگ میزدم سردار. پدر در خانه نیست. کجا شده است؟ مادری دختر گفت که به قبرستان رفته است. کدام قبرستان؟ دخترم تو را چه نابود کردن. دخترم معلوم شد که این کارو تو کرده ای. بله من کردم. روزنامه اش رو دیدم، گویا در سرم آبی جوش ریخته شد. چون سخنهایی نوشته شده بود که مغز سرم گیج شد. با کسی حرف میزده است نمیدانستم. سخنهای بیادبانه او رو نوشته بود. باز در برش رسمهای دیل و غیره رو کشیده بود. دختری بیناموس. بله کار رو که پدرت نکرد تو انجام دادی. پدرم 30 سال پیش خالم رو نکشته به استانبول گریزوند و من اون رو شنیده کلان شدم. با شرم سوری خجالت میکشیدم. پدرم از چیزی خبر نداشت. خبرم میداشت چیزی نمیگو. کشتنی خواهر به عهده من مونده بود. کارت حالا انجام نیافته است. نگاه کن پدرت مثل کودک ها گریسته ایستاده است. ترسانچک بودنت رو میدانستم، اما زنک صفت بودنت رو نمیدانستم. تو برای این بیناموز با مثل زنها گریه میکنی. بکن چیزی میخواهی. تو را چون قاتل خواهر کلام کردم مگر چون این باشد من هم باید بمیرم. پران میگویم در جای دیست این کار را نکن. تو کاردار نشو. این مسئله اولوی. ساکین و مثل نامت ساکین باش. نزدیک نشو با خدا میپرونم. چرا ساکین؟ چرا؟ چی به دست میاری بعدی کشتن؟ میپرونم. یگید دکتر جکسن. دستم. حالت چطور است؟ سردار به من گفتید که چرا اشک نریختم. آیا میدانید که اشکهای چشمم خشک میشود؟ دستت را بینم. مانید در بالای مزار دخترم اشک چشم ریزانم. خیلی عجیب. بله با اکای نجیب تشکر. کیروز احسن. تو را تبریک میکنم. برای چنین جای را کشودن جسارت لازم است، خصوصا برای تو بر این زن. انشالله از یادش میبرایم. غم مخور. یک مقاله خوب مینویسم، لیکن اول کلچه قنویت را میچشم. البته. های دختر، تو هم در اینجا کلچه قند تیار میکنی؟ ها البته. انا بین رانوخولا میچشم. میبخشی کیروز، اول درباره استرا مقاله مینویسم. خردسالترین پزنده استانبول. اکای نجیب و دیگران میآیند؟ البته میآیند. اول تنها برای خودی ها کشودیم. میبینیم. عجیب. چی شد نوربانو؟ کمی غمگینم. برای دوگانت که بلجیم؟ سلام، مبارک شود. بیایید. خوش آمدید اکای نجیب. سلام. اپای هنر نامدند. مبارک شود کیروز. تشکر حلیمه جان. مرحمت گذارید. خدا برکت دهد. خوش آمدید. مرحمت گذارید. اکای نجیب. نبه؟ با اپای هنر چی شد؟ چرا؟ امروز نآمدند. دیروز نزدشان رفته بودم. کمی غمگین می نمودند. پروا نکن، می آید. تو رو امروز تنها نمی گذارد. آخر اگر نآید معنی سورپریز گم می شود. خوش نوربانو سلطان چخیلی؟ نقص.
دادا نبای با کویلجیم چی میشود؟ او هم جبر دیده و هم گمانبر شده است. میدانین چی است؟ از چت کردن دیده کتابخانه نمی شود. در چت تو شپرک محبت نیست انشالله. نیست دادا جان، توبه کردم. برای کویلجیم الحال چیزی گفته نمیتوانم. عدالت قرار میدهد. میبینیم انشالله درس گرفته را از خود میکنی. مادرت نمیاد چی؟ نمیدونم. روید با اپای حلیمت مادرت رو بیارید. برای اپای کیروزت روزی مهم است. مایلش. انا اوچه جانم رو آوردم. خوش آمدید اپا جان. شما چرا دیر کردید؟ چی حال داری؟ خوب هستم. اپا جان، با اکای نجیب تشکر که برای کشودن دکان بسیار کمک کردند. نمیدونم. لیکن مرا شما الهام دادید. اپا گفته بودم که برایتون سورپریز دارم. من؟ اینجا بیایید. بیایید. آخر بسم الله الرحمن الرحیم. این چیست؟ تیراس. خدایا خداوندا. باز میگم اپا شما به من کمک معنوی میکردید. حتی وقتی که کودکان در مکتب بودند من برای کار شما رو دعوت میکردم. تو از این خبردار بودی نجیب؟ آه نجیب. مبارک شود. کودک ها خوابند. امروز بر وقت خواب رفتن. از تو بخشش میپرسم. ستونی خانه ناحقی کردم، مرا معذور دار. اگر حق داشته باشم بخشیدم، لیکن از کیروس بخشش باید پرسی. در 16 سال زندگی اون چیزی که شما بسیار میخواستید و احتیاج دارید من نکردم، اون را کردن میخواهم. قیامت نمیشود آخر؟ درار پایت را نجیب. من فکر خوبتری را دارم. بیا نزدم. پگاه در یک کار به من کمک میکنی؟ در کدام کار؟ آماده ای؟ چیستان مرا حیران کرده. خیلی نامی مناسب. لیکن وعده دهید که یک جای کار میکنیم. وقتی که کودک ها در مکتب باشند